خب صدای ما از رادیو همراه پخش میشم. یعنی عزیز و ارجمندم، چهارشنبه است. آقای دکتر هولاکویی ما از سفر اروپا برگشتن و یه کمی تو فکرید. اصلا چرا عرض کنم که شما امیدوارم در فکر باشم، برای که بعد معمولا فکر نمی کنم. بعد از خودم خیال میکنم، بعد خیال میکنم فکر میکنم. میگه فرمودید که برخی مثل حیوانات عمل میکنن، هیچ زنبوری ندیدم پدر مادرش گول بکنه بره سر گوشه خیابون نمیکنه، آدرس عوضی بده. ببینید زنبورای اصل میدونید وقتی که میرن یه مرکزی گل میبینن، اوزار ارزیابی میکنن چقدر گل اونجاست، بعد میان توی کندو یه رقصی میکنن که این رقص یه زاویه‌ای داره که مرکز کندوس خورشیده و مرکز اون گل مثلا زاویه 80 درجه و بنابراین یه دفعه بعدم به شدت رقصی که میکنن میگن ما 500 تا زنبور میخوایم بره یا 5000 تا، بنابراین 5000 تا زنبور بلند میشه میره وسط اون گلا. حالا متخصصین آمدن جای این گلا رو گذاشته بودن، این زنبور اومده بعد گلا رو برداشتن. این رفته آدرس عوضی داده، برمیگردن میان میبینن خبری نیست، برمیگردن زنبور رو میرن تیکه تیکه میکنن وسط میذارنش، برای اینکه کندو توانایی اینه نداره که اینجا هزینه کنه و بیخودی نیروش رو صرف کنه. بنابراین وقتی هست واقعا همینه. بله خدا لعنت کنه اونایی که گلا رو جابجا کرده. چه اینا انسان کرده، خود زنبورا که نکردن بیچاره. یعنی ما حتی سر اونام کلا میذاریم. نه فقط خواستن آزمایش علمی کنن. من بفرمایید که دکتر نمیتونم، این نشانه اضمحلال و زوال اخلاق دقیقاً، یعنی حتی کمتر از اون نشون دهنده میده که اصلا ارزش‌های انسانی دیگه معنایی نداره. نشون دهنده اینه که ما فقط قرار زنده باشیم. یعنی همون ماجرایی است که توی باز مطالعات علمی هست که مثلا میمونی بچه‌شو مواظب و مراقبه، ولی وقتی که آب زیاد جوش میشه اون پایین، آخر کار بچه رو میذاره و میره روش برای که خودش نسوزه. یعنی میبینید اینجا مطالعات نشون میده که یه جایی ما رو از انسان بودن یا از حیوان بودن یا از مادر و پدر بودن حتی در غریزه حیوانی دور میکنه و اون زمانش مسئله مرگ و زندگی است. به همین جاست که گفته شده پایه های مغز حیوانات و انسان دو چیزه، یکی مسئله مرگ و زندگیه، یکی لذت و درده و اینا عامل اصلی و اساسی تعیین کننده است. این که ما حالا چه لعابی به روش میدیم و چگونه از توش مطالب دیگری در میاریم بیشتر بازی و سیاه بازیه. واقعیت مسئله اینه. به همین جاست که وقتی اون ته به من فشار میاد، من تبدیل میشم به یه موجودی که اصلا گونه دیگه حس میکنه، احساس میکنه، فکر میکنه، استدلال میکنه. این مطالعه رو جنگ جهانی دوم هم کردن. وقتی بسیاری از استادان برجسته رشته‌های فلسفه و اخلاق در آلمان حاضر نشدن به جنگ برن، اینا رو توی آزمایش‌های گذاشتن و اینا در یه محلی بودن که خیلی برخورد عادی هم باشون داشت، ولی میزان غذاشون رو به 900 کالری در روز رسوندن و اینا ظرف یک ماه شروع کردن به دروغگویی و دزدی کردن. حتی آدمایی که هیچ وقت فکر نمی‌کردن در زندگیشون روی یه اصولی پا بگذارن و نشون داد که وقتی که ما وارد یه مرحله‌ای میشیم و نیازهای فیزیکی برآورده نمیشه، اون تغییرات بیوشیمیایی دیگه اجازه‌ای نمیده که قسمت‌های از مغز من و شما بیاد و تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشه که این کار رو نکنین. مثلا دوستانه نیست، مهربانانه نیست، عادلانه نیست، اخلاقی نیست، انسانی نیست. همه اون قسمت‌ها از کار میفته، برای که مغز به هر حال یه شبکه است، قسمت‌های مختلف داره، مراکز متفاوت تصمیم گیری و فرماندهی داره و وقتی که شما وارد اون حریمی میشید که مسئله مرگ و زندگی هست، به راحتی افراد اون رو پس میزنن و به همین جهت است که شما مهم اینه که یه جامعه‌ای در حال رشد و تکامل به وجود میارید که کوشش همه از به هر حال بالا رفتن یا کوشش آدم در له کردن دیگران برای اینکه خودش نسوزه یا غرق نشه و متاسفانه برخی از محیط‌ها وقتی به اینجا میرسه دیگه شما انتظار همه چیزای از این قبیل رو از آدمای عادی و معمولی میتونید داشته باشید. این نگاه آدمای بیمار و گرفتار نیست که اونا یه جور دیگه آسیب دیدن، یعنی یه چشم عادی دیگه جهان رو یه جور دیگری میبینه و بر مبنای اون دیدنش تصمیم دیگری میگیره و عمل این ذاتی فقره که ذاتی نوع حکومتش که یه ارزش‌های خاصی داره در جامعه ترویج می‌کنه. از نظر علمی نتیجه دو چیزه: زندگی رو فقط به نیازهای فیزیکی یعنی خواب و خورد
و امنیت و آرامش. چون ببینید موضوع مغز جامعه بودی، مسئله تنها چیزی که به عنوان نیاز در من و شماست اون سکیوریتیه و اون کامنسه. امنیت به معنی یه تداومی در جهت آنچه خوبه. وقتی میگن مثلا ما امنیت مالی داریم، یعنی خاطرم تقریبا آسوده است که هیچ از نظر مالی دچار اشکال نمیشم. یا جاب سکیوریتی دارم، یعنی فکر کنم شغلم رو دارم. یا در یک کشوری مانند امریکا شما به نوعی میشه گفت که امنیت حقوقی و قانونی دارید. به همین جاست که الان شما که اینجا هستید، به من که اینجا نشستم، نگران عرض کنم آقای فرماندار کالیفرنیا نیستیم که بتونه 2 تا پلیس رو بفرسته من و شما رو از اینجا ببره. اون این کار بکنه فردا صبح سر کار نخواهد بود. یا بنده که توهین کردم به اون مردک که واقعا هم وقتی کسی اینقدر دیگه ضد اخلاق و ضد انسانیت برای انتخاب شدن حرف میزنه مردک است، ایشون اگر رئیس جمهور شد مطمئنم هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ما اینقدر قوی هستیم جان، یعنی اینقدر ما اینقدر موقعی نیستیم، اون از ضعیفه، مردم قوی است. یعنی به همین جهت است که اونجا آقای اوباما اگر میتونه الان تصمیم بگیره که من و شما رو مثلا پلیس اینجا بیاد ببره، هرگز. اوباما اگر الان یه دستوری بده ولی کسی اجرا نمیکنه، برفرض که پلیسی بنده و شما رو بگیره ببره کلانتری، مطمئنا فردا رئیس جمهور نخواهد بود. خودش باید استعفا بده بره دنبال کارش. من ولی میتونه ببره شما رو. من میبرم شما رو. والله به هر حال مثل اون دوست اجازه بگذار بخواستم مطلب بگم به مناسب رادیو نیست. خیلی با اطمینان سخن گفت. مطمئن رام میبودی باورم کنی. یعنی شما الان بیان اعلان کنن که فرماندار یا رئیس جمهور دستور بازداشت آدمو صادر کرده، بدون تردید فردا باید استفاده ولی ایمپیچ میشه یا ریکال میشه و بره دنبال کارش. خب مثلا من مدت‌ها توی مصر زندگی کردم، بارها رفتم اومدم، بعضگاه چندین ماه در اونجا بودم. خب مردم خیلی فقیرن، ولی دکتر اولاکویی احساس میکنید که اونها سفت و سخت پای مسائل اخلاقیشون ایستادن. یعنی فقر کمرشون نشکست، اونا رو وادار به تمکین نکردن از بی اخلاقی. هندی ها این خصوصیت رو دارن تا حد زیادی. ولی چرا ما اینقدر ضعیفیم در مقابل؟ مطمئن نیستم. نه اون اولا مال کنار شهراست، بعدم فقر به اون حدی نرسیده. ببینید حتی گرسنگی اگر از یه حدی نگذره اونقدر اون به هم نمیرسه. به همین جاست که مردم روزه میگیرن. من فکر میکنم ماجرا باید عمیق‌تر و سنگین‌تر باشه و اون امنیت و آرامشه به همون اندازه گرسنگی اثر میکنه. علاوه این که من به جای روزی 8 ساعت 16 ساعت کار بکنم زندگیمو میگذرونم، من مشکل مالی ندارم، ولی به عنوان انسانی به تدریج تحلیل میرم و اونه که مسئله است. به هر حال وقتی که شما مطالبی در نقاط مختلف جهان میبینید متوجه میشید که این انسان میتونه به گونه‌های بسیار مختلف و متفاوتی عمل کنه و خب یه جاهایی با گذشت زبان مردم کم کم به اون عادت میکنن. ببینید فرض بفرمایید چرا به امریکا میگن land of opportunity؟ برای که یک کشور در حال رشد بوده، بنابراین هر کسی که میمده با این رشد امریکا رشد میکرد. حالا الان به اون شدت نیست. خب شما اگر به من بفرمایید آیا در ایران ما الان مردم فکر میکنن که در مسیر رشد توده عظیم مردم قرار میگیرن و شرایطی که وجود داره در آنچنان بهتر و بهتر میشه که سهم بیشتری به اونا میرسه؟ خب اگر چنین بود کسی اینقدر میل به خروج از ایران به صورتهای مختلف نش. یا الان فرض بفرمایید در سوریه ماجرای این پناهجویان از چیه؟ اینا هوس اروپا کردن، گشت و گذار میخوان بکنن؟ نه، یه مردمانی هستن که از ترس جانشون و بی‌قاعدگی بودن. ببینید هستالی اشاره فرمودید که خیلی هم میگن داعش اونگونه نیست، برای که داعش حداقل در یه چارچوبی حرکت میکنه. اون چارچوب ممکنه غیر اخلاقی یا غیر انسانی باشه ولی حداقل شما تکلیفتون روشنه. یعنی میدونید که این ماجرا شما همینقدر که بپذیرید باورها رو و احکام رو یا شریعت رو رعایت کنید دلیل نره کار به کارتون داشته باشن. ولی شما در شرایطی قرار میگیرید که اصلا معلوم نیست این احکام شریعت کدامه. یعنی اون ابهامه است که کار دست آدم میده. حتی شما نگاه کنید چرا ما بدترین بیماری روانی اسکیزوفرنی رو میگیم پیدا میکنیم. تردید نداره که علت اسکیزوفرنی پیام‌های دوگانه است که بچه وسطش میمونه چه کار بکنه. یعنی من برمیگردم میگم فرض کنید ما بچه‌هامون اینقدر آزادن که هر چی دلشون میخواد راجع به من و مادرشون میتونن بگن، ولی البته احترام پدر و مادر لازم و واجب است.
حالا پسرم نظرت رو راجع به مادرت و پدرت بگو. خب بچه گیر میفته. قاعده اول باید رعایت کنه که با آزادی حرفشو بزنه، یا قاعده دوم که احترام پدر و مادر لازمه. روزی که تعداد این پیام‌های دوگانه بسیار میشه، مغز به هم میرسه. و به همین جاست که بارها بنده عرض کردم حتی شک خوب آسیبش بیشتر از یقین بده. یعنی من وقتی شک خوبه، مثلا من شک کردم که استالی ساعت 4 تش بیارید یا 5، یا من 6 رو میدید یا 7، هیچ کنش بد نیست. حتی همین شک به مغز آسیب میزنه، تا اینکه من مطمئن میشم شما هیچی به من نمیدید، تازه 6 تا از من میخواید بگیرید. یعنی یقین رو انسان میتونه باش برخورد کنه وقتی که حتی بده. با شک نمیشه زندگی کرد. اشکال کار بسیاری از مردم دنیا این است که تکلیفشون رو نمیدونن، اصلا به کی باید اعتماد کنن، به کی اطمینان نکنن. شما نگاه کنید اولین باری که مثلا مادری یا پدری بچه رو میزنه، بچه از درد اذیت نمیشه، معطل میمونه که بر سر اون همه محبت و مهربونی شما اصلا چطور ممکنه اون همچین دردی رو به من وارد کنه؟ چطور ممکنه او منو اینجوری آزار بده؟ اصلا بسیاری از بچه‌ها اصلا میشکنن. یعنی انسان مات میمونه. مگر ممکنه کسی که من فکر کردم همه خوبی‌های جهان رو داره و با من این چنین مهربانه با من چنین کنه؟ و این دوگانگی است که همه رو به هم می‌ریزه. و الان ما همچین دوگانگی رو همه جا و همه گونه تو اینجا رسیدیم. دارم نمیخواستم مثال از شما میکنم جالب ببرم. فکر کنید که یه پشه بیاد توی اتاق، ما میتونیم امشی بزنیم بکش، یا یکی میتونه گرفتش، حالا کسی میخواد رو، ولی یه نفر بره تفنگ بیاره شلیک بکنه. اتفاقی که امروز افتاده در دریای مازندران، آقای پوتین رفته 26 موشک کروز رو از روی ناوهای خودش، ناوهایی که در فاصله های طولانی هم حتی با هم توی دریای مازندران از حریم ایران استفاده کرده، به طرف به طرف سوریه پرتاب 1500 کیلومتر. فکر میکنید دنبال چی این بالاخره نمایش قدرته؟ همین کارو میتونست با هواپیمای خودش در خاک سوریه بکنه، هیچ کس هم خبردار نشه. این احساس میکنه که کسی نیست در برابرش به ایسته، باید قدرت نمایی کنه به عنوان کسی که میدونم تجربه داری زیاد تو روان آدما کاوش کنید، بگی دنبال چیه؟ من فکر میکنم وقتی شما رئیس یه سازمان جاسوسی هستید، میشید رئیس جمهور، اصلا یه نگاه دیگری دارید. یعنی من نمیدونم روسا ایشون رو چجوری آوردن و به اینجا رسید. این شماره یک. دوم، الان به این صورت در آمده که کاملا صحنه جهان قانون جنگل الحق لمن غلبه، کسی که حق با اوست که غلب. وقتی شما عربستان میتونه بره یمن رو بمباران کنه، روسیه میتونه یه گروهایی رو در سوریه بمباران کنه، امریکا میتونه بره عرض کنم افغانستان رو بمباران کنه که الان کردن، در یه بیمارستان رو میتونه بره، سوریه رو بمباران کنه، میتونه بره عراق رو بمباران کنه. شما در یه دنیایی هستید که خب روسا حرفشون است که این منطقه ماست، ما زورمون هم کم نیست، چند هزارم کلاهایی که اتمی داریم، کسی هم حریف ما نمیشه. وقتی یاغیگری رو فرض کنید که کره شمالی با 10 تا بمب میکنه، ما که 10,000 توش داریم، پروایی از چی داریم؟ و الان هم جنگ قدرت است با حرفایی هم که زده میشه. و سیاست آقای اوباما به نظر من در صحنه بین المللی یه سیاستی بوده که با بقیه هماهنگی نداشته و حالا گیر افتادن. اینه که همین سبب میشه که ای بسا کفه ترازو به نفع جمهوری خواه بره که اونا یه نگاه دیگری به صحنه بین‌المللی دارن و ماجرای جنگ براشون یه معنای دیگه داره. اینه که ما از اون برم داریم یه گونه‌ای و به نوعی داریم آسیب میبینیم و بعدم برای من شما ایرانی، برامون ایران مهمه و مردم هموطن و هم در حقیقت زبانمون، که من نگران اون اوضاع هستم که اینجوری ما نمیتونیم در این جهنمی که دور و بر ما در چپ و راست به پا میشه و آتشی که میشه ما همینجوری ایستاده باشیم، در حالی که نه بی‌طرفیم و نه بی‌غرض و نه خب کسی که در این حد قدرت نمایی میکنه، این ویژگی چه نوع تیپ روانیه؟ نه، شما وقتی به این آدم نگاه میکنید، اینا علاوه بر ویژگی روانیش که عرض کردم شغلشون بوده، آدم‌ها بیخودی به اونجا نمیرسن، بعدم الان شما پشت دستگاهی گذاشتید که باید سر موضوع تصمیم بگیره. برای که ببینید امریکایی‌ها به گونه‌های مختلف و توانایی قدرت دارن پیش میرن، چینی‌ها هم یه جوری و هندی‌ها هم کنار خودشون دارن. خب روسیه فکر میکنه که سهم من و حق من کجاست؟ بعد اینا از فروپاشی خودشون که راضی نیستن، به هر حال ته وجودشون اینا زمینای مارکسیستی رو دارن، تحمل جامعه سرمایه‌داری رو که ندارن. این درست مثل باورهای
مذهبی است که آدما در کودکی در خودشون رشد دادن و با وجودی که مذهب خودشون کرام زدن تعصب نسبت به ادیان دیگه دارن. من هزاران دوست رو دیدم که فرض کنین دین خودش رو کنار گذاشته ولی تحمل دین دیگرم نداره. نه اینکه بگه من از دیگه باشم. من بحث دیروز شما رو با آقای دکتر نوذری میشنیدم. یه تفاوتی است بین لایسیته و بین سکولار. سکولار حرفش این است که تو مذهب داری، مذهب تو سیاست کاری نداری. لایس حرفش این است که اصلا مذهب حق ورود نداره، یعنی اصلا جایی براش نیست، آزادی نداریم. ما تو امور آموزشی آزادی مذهب نداریم. هیچ کس حرف مذهب نمیتونه بزنه. دشمنی و قطع چیزی رو درست شما میگی جنایت ممنوعه یا دروغ ممنوعه. تفاوت اونجاست و مردم دنیا به حساب خودش اومدن یه مقدار حالت لایک و پیدا نکردن، اومدن یه مقدار حالتهای سکولار پیدا کردن و این سبب شده که مثلا فرض بفرمایید اروپایی آزادی بدن به اعتقادات و باورهای مختلف، اون باورها و اعتقادات قدرت رو به دست بگیرن، بعد بگن با اینا باور نداریم. این اتفاقی که در مصر افتاد. شما از آزادی استفاده کنید، از دموکراسی استفاده کنید، رأی بیارید، بشید حکومت، یعنی اخوان المسلمین، برید اونجا بگید حالا نه آزادی معنی داره نه دموکراسی معنی داره. خب اونا زود جنبیدن و نگذاشتن این وضعیت به اون صورت تبدیل بشه، ولی خیلی از نقاط جهان ممکنه که همچین کاری نتونن بکنن. خیلی تشکر میکنم. صحبت از روسیه شد. شاعر روسی که خیلی دوست دارید کیه؟ عرض کنم سعدی. چطور؟ سعدی علی مسکو یا علی شیراز بود؟ سعدی که همسایه شما وقتی گستاری بزبنده شعر میخواید برات نیستم بخونم دنبال شاعر روسی میری برات یه سعدی، حالا یه دونه همون ایدلگر عاشق دلدار. تشکر.